تمام این کلکسیونی که بهتون نشون میدم برای یک ایرانی توی ایالت تنسی آمریکاست. سامان یا سمی پوری یکی از بی‌نظیرترین کلکسیون‌های آمریکا و یا حتی دنیا رو دارن. سعی شده توی این کلکسیون تمام ماشینا با رنگ زرد خریداری بشه و اسم کلکسیون هم عدد 26 هست، 26 کالکشن. و وقتی که ازشون پرسیدم چرا، گفتن عدد شانسمه. اما بریم سراغ کلکسیون. با پاگانیا شروع میکنیم. یه دونه هوایرا به اسم هوایرا پرسپولیس که خیلی جالبه، یه دونه یوتوپیا با این رنگ بسیار عجیب غریبش و این طرح فوق‌العاده زیر بال عقبش. از پورشه یه دونه کریرای جی تی، یه دونه 918 و تعداد زیادی 911 داریم. دو تا جی تی 3 آر اس، جی تی 2 آر اس، اس تی و 911 های دیگه. از مکلارن این سنا با این رنگ مشکی مات و این رنگ داخلی فوق‌العاده داریم. یه دونه هم 765 ال تی با همون رنگ زرد. لیست لامبورگینی‌های کلکسیون خیلی طولانیه. چنتناریو، اونتادور اس وی، گالاردو، رولتو، مورسیلاگو، اوراکان اس تی او و دیابلو. توی کلکسیون یه دونه 488 پیستا هم هستش. از بوگاتی یه دونه ویران گرند اسپورت توی کلکسیون هست و البته اینم بگم که پسر این ماشین یعنی شران پیر اسپورت هم قبلا توی این کلکسیون بوده. هر دو نسل فورد جی تی توی مجموعه هستن. این کونیگزگرا هم که میبینید قبلا توی کلکسیون بوده ولی به تازگی فروخته شده. خلاصه بهتون بگم ایرانیای کار درست همه جای دنیا هستن. هم پیج کلکسیون و هم پیج خودشونو روی پست براتون تگ میکنم.